سلام به کانال من مریم امیری، خوش اومدید. امروز یه جوجه کباب آپارتمانی داریم مخصوص آپارتمان نشین هایی که جایی برای باربیکیو ندارن و نمیتونین زغال یا منقل بذارید. پس این جوجه کباب مایی تابه‌ای رو درست بکنین، عالی و بی‌نظیر میشه و بافتش فوق‌العاده نرم و نرم. مزه‌ش هم از جوجه کبابایی که روی زغال درست شده خیلی خیلی خوشمزه تر و بهتر میشه. همراه من باشید. جوجه کباب از هر نوعی که باشه فرقی نمیکنه. پیاز عضو ثابت و پای ثابت جوجه کبابه. حالا اگه چه جوجه کباب مایی تابه‌ای باشه، چه جوجه کباب منقلی باشه، آتیشی باشه، گازی باشه، پس اول از همه پیاز رو خورد میکنیم کاملا، خلالهای باریک و نازک میکنیم پیاز رو و این پیاز خلال شده رو داخل کاسه میریزیم. بعد کاملا سعی میکنید اینا رو باز کنید از هم. چون پیاز من خیلی بزرگ بود من نصفش رو ریختم. مرحله بعد فلفل دلمه رو بهش اضافه میکنیم. فلفل دلمه هم به همین صورت سعی میکنیم حالت خلالی خوردش بکنیم. کاملا این قسمت های داخلش رو در میاریم و چون خلالا خیلی بلند میشن من اول از وسط نصفش کردم و بعد این رو خلالی کاملا ریز ریز باریک باریک خورد میکنیم. دقت بکنید این جوجه کبابی رو که من دارم بهتون آموزش میدم حتی میتونید روی سیخ بکشید و حالا تو فضای باز روی باربیکیو یا منقل یا زغال یا کباب پزای گازی و برقی درستش کنید. یعنی در حقیقت این یه رسیپی، یه دستوری از جوجه کبابه که نوع پختش با هر مدل پختی جواب میده و مغز پخت میشه. فلفل دلمه ها رو هم اضافه کردم بهش و این اضافهش رو هم میذارم کنار. تو مرحله بعدی اینا رو با هم یه مقدار مخلوط میکنم. بعد از اینکه اینا رو با هم مخلوط کردم حالا باید مرغ بدون استخون رو بهش اضافه کنیم. هم میتونید از رون بدون استخون استفاده کنید، هم میتونید از سینه بی استخون استفاده کنید. این دیگه بستگی به خودتونه که کدوم قسمت مرغ بیشتر مورد علاقتون هست. به این صورت اینم که از این وسط در اومد میشه فیله مرغ که در حقیقت بین سینه قرار داره. من مرغا رو خورد میکنم و اضافه میکنم به فلفل و پیاز. به این صورت یه تیکه دیگر رو هم باز به همین شکل آماده میکنم براتون. چربی هایی که گوشه کنار سینه شما دارین میبینین، یعنی اینجا، اینها رو چون ما این جوجه رو میخوایم داخل تابه درست کنیم بنابراین خیلی مهم نیست که بگیرید. حتما اگر روی زغال میخواین قرار بدین باید حتما این چربی ها گرفته بشه که حالت سوختگی نده. خب این رو هم باز من خورد بکنم. قشنگ تیکه های منظم باشه. اگر هم از رون مرغ خواستید استفاده کنید باز هم رون مرغتون هم باید کاملا بدون استخون شده باشه. حتی این مدل جوجه رو با بال و کتف هم میتونید درست کنید. یعنی در حقیقت بال و کتف طعمدار شده و تابعی. خب این یه تیکه رو که خورد کردم بعد میریم سراغ درست کردن سس مرینیتمون که اصلی ترین بخش این آموزش هست. خب حالا مرغ رو خورد کردم، بی استخون کردم و خورد کردم، با فلفل دلمه و پیاز توی این ظرف ریختمش. الان میخوام سس رو درست کنم. برای سسمون ماست داریم که بهتر ماست غلیظ باشه، یعنی ماست
کمچرب اصلا مناسب این سوسی که برای مرینیت میخوایم درست بکنیم نیست. بهتره که پس ماست غلیظ داشته باشیم. داخل این ماست غلیظمون یه مقدار فلفل سیاه میزنیم، یه مقداری نمک و یه مقدار پاپریکا، همینطور زعفرون. اینها رو با هم دیگه مخلوطشون میکنیم کاملا. یک مرینیت بسیار لذیذ با یه طعم خاص و خیلی خیلی خوش‌طعم و خوشمزه میشه. کاملا که اینو مخلوط کردیم. بله، حدود 2 تا قاشق روغن داریم که این 2 تا قاشق روغن رو من میریزم روی جوجه هامون. جوجه رو اول، یعنی مرغا رو اول با روغن و فلفل دلمه و پیاز خوب مخلوطش میکنیم. بعد سس رو بهش اضافه میکنیم. کاملا که اینها مخلوط شدن، خب حالا من میام این سس مرینیت رو بهش اضافه میکنم. خوب هنوز مخلوط نشده، یه مقدار دیگه باید بهتر مخلوطش کنم. اینو میریزم روش و یه مرینیت عالی و خوشمزه کاملا همش میزنم تا حالا خوب مخلوط بشه. میذارم حدود 1 تا 2 ساعت توی یخچال بمونه و خیلی زود مزه دار میشه. یعنی مثل بقیه جوجه کباب ها و مثل بقیه مرینیت ها در حد 5 ساعت 6 ساعت یا 1 شب نیازی نیست بمونه. با 1 تا 2 ساعت موندن کاملا این مزه دار میشه. فقط روشو کامل میپوشونیم و میذاریمش داخل یخچال. خب الان جوجه هامون کاملا مزه‌دار و مرینیت شدن. من شروع میکنم اینها رو به سیخ میکشم. هم میتونین از سیخ‌های چوبی استفاده کنید به این صورت، هم میتونید اصلا کاملا بدون سیخ اینا رو دونه دونه کنار همدیگه توی تابه‌ای که قراره پخت بکنید بچینیدشون. ولی خب توی سیخ یه مقدار اون حس جوجه کباب رو بیشتر داره براتون. دقت بکنید فلفل ها و پیاز ها نباید که پخته بشن و توی سیخ یا توی تابه بیان. پس هر جایی اگر که فلفل یا پیازی من دیدم این رو جدا میکنم. به این صورت اینا همه رو سیخ میکشیم و بعد میریم برای پخته. شما برای مهمونیاتون یا حتی برای مصرف خودتون اگر که شاغل هستین یا همیشه توی خونه حضور ندارین، میتونید اینها رو از صبح آماده بکنید. به همین صورت سیخ کشیده داخل تابه بچینید و بذارید توی یخچال که شب که برمیگردید منزل، حالا خستم که هستید دیگه غذاتون آماده است، فقط تابه رو از یخچال میارید بیرون و میذارید روی حرارت و جوجه‌تون آماده میشه. یک کمی روغن، خیلی خیلی کم، در حد 1 قاشق کافیه، چون اصلا قرار نیست که سرخ بشن. این 1 قاشق رو میزنم فقط برای اینکه جوجه هامون نچسبن به کف تابمون و میریزیم داخل تابه و جوجه ها رو به این صورت میچینیم و میذاریم روی حرارت. اگر که خواستید روی باربیکیو یا روی زغال و اینها آماده بکنید، دقت بکنید که باید از سیخ‌های فلزی و استیل استفاده کنید. درش رو نمیبندم چون جوجه‌مون بدون استخونه و خیلی خوب مغز پخت میشه. کاملا با این مرینیتی که کردیم نرم شده و هیچ مشکلی براش پیش نمیاد. اگر درش رو ببندید ممکنه آب بندازه و اتفاقا سفت بشه. همه فکر میکنن باید درش رو ببندیم که آروم آروم خوب بپزه و نرم بشه، ولی این یه باور غلطه، چون جوجه‌مون بدون استخونه نیازی نداره. یه طرف جوجه ها که تقریبا پخته شد، حالا باید برگردونیمشون تا اون سمت مقابلشون هم به همین صورت پخته و آماده بشن. خیلی زود میپزن این جوجه ها. بهتره که از یه انبر استفاده کنیم برای برگردوندنشون که دستتون نسوزه. خب منتظر میمونیم. اون طرفش هم که آماده شد دیگه همراه با یه برنج خوشمزه سروشون میکنیم.
جوجه کبابامون آماده شد. یه کته خوشمزم پختیم براشون. حالا میریم که با کته سروشون بکنیم. یه جوجه کباب کاملا مجلسی و خیلی خیلی لطیف و خوشمزه، اما داخل تابه و خیلی راحت و بدون دردسر. امیدوارم که آموزش امروز رو دوست داشته باشین، لذت برده باشید. شما هم حتما درست کنین، مخصوصا اونایی که آپارتمان نشینن و مشکل کباب درست کردن تو فضای باز رو دارن. این جوجه باعث میشه که خیلی راحت بتونید هر هفته تو تعطیلی‌ها شما هم جوجه کباب داشته باشید.